به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. اول و سلام علیکم مهمانان و هموطنان عزیز. من شخصا خودم و از نام همه مهمانان، همه خویش و تباران، این شاه و ملیکه امروزه را، این شهربچه نازنین شوکت جان توقع جان ما به این روز تویش تبریک و مبارکباد نموده، پیش از همه از درگاه خداوند برایشان تنصیحاتی، خانه آبادی و فرزندهای نیکنام تمنا دارم و من تنها یک آرزو دارم، یک آرزو. من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند این پسر شود. نامبردار پدر گردد میان مردمان. نام فرزند نخستین نام پیغمبر شود. یک خرسک بلند بر شاه و ملیکه یک بار دیگر تواجان تویتان مبارک باشد. و چنانه که میبینیم در اینجا مادرای عزیز و مهربان حضور دارند. بهر مادر جانای عزیز گفتنیم زندگی را دوست دارم از برای مادرم. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آنکه مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم را لیک نبیند مادرم. مادر و دولت و دنیای منی، مادر و دولت و دنیای منی. دو دست دعا برای فردای منی. دارایی برای کسان گرسیم و زر است، در هر دو جهان نقره و طلای منی. خوش آمده مادرای عزیز، یک بار دیگر توی در این خانه مبارک باشد. مرحمت سرودای ما برای شما. خوش آمده.